همراهیم با خواننده سرشناس ناصر رزازی. آقای رزازی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. خیلی متاسفم که اولین حضور شما هم زمان شده با سوگ مهسا امینی و قتل او. شما فکر میکنید این همدلی عجیب و خشم عجیبی رو که در مردم میبینید در رابطه با این قتل حکومتی و کشته شدن او در دست ماموران گشت ارشاد رو باید چگونه دید؟ چرا این اتفاق افتاده؟ چگونه است که این همه موج گسترده همدلی ایجاد شده؟ زن بودن در ایران متاسفانه درد خیلی بزرگیه. هر مادری که وقتی که دختر میزایه، این دختر در مقابل یه مقرراتی قرار میگیره تو ایران که او را به بنبست میبره. یعنی زن بودن خودش مثل کرد بودن بزرگترین درد، بزرگترین ناخوشیه متاسفانه. ببین تو قرآن اصلا اشاره به مقنعه و حجاب اجباری نشده. اینا اومدن خودشون یه چیزایی رو درست کردن و به هر حال مردم رو سرکوب میکنند برای بقای خودشون، وگرنه غیر از این چیز دیگه ای نیست. ولی مردم بیدار شدن دیگه، مردم اون قبل نیستن. تصاویری از خاله مهسا بر روی مزار او نقش بسته که یعنی منتشر شده که او مهسا یا ژینا رو که ظاهرا در خونه او رو ژینا صدا میکردند شهید میخونه. آقای رزازی، فکر میکنین چرا؟ اگه اجازه بدید من سرودی رو دارم که از سراتای، یعنی از ابتدای، شاید قبل از ابتدای اومدن آقای خمینی، این سرود برای شهدای کردستان خوندم. البته تنها شهدای کردستان نیست، ما همه انسانیم. برای تمام شهدایی که در راه آزادی انسان و در راه آزادی بشریت مبارزه کردن. بسیار خوب، بسیار خوشحال میشیم. ای شهیدان، ای شهیدان، ای شهیدان، ای شهیدان، نامرنا و نشانتان، نامرنا و نشانتان، و بونا را بری ما، و بونا را بری ما، بونا پشتو سنگرین ما. ولا بعضهم ويستدرون أخوة ونفوك سيدي ويبنموا بناضي بنموا بناضي ما پرونده مریض و جنازه رو که بردم پزشک قانونی اصلا نذاشتم من برم تو. نمیدونم، همه جلوی در من رو نگه داشتن بردن تو. بعد از یکی دو ساعت آوردن بیرون، پوشیده بود، اصلا داخل یه صندوق درش رو بسته بودن که اصلا من نمیدونستم باید چی کار کردن، چه بلایی به سر جنازه آوردن، خدا میدونه. حقیقتش من هیچ خبری از این ندارم. بعد ما رو آوردن با آمبولانس فرستادن فرودگاه و بردیم تبریز. وقتی بردن تبریز، اونجا هم اصرار کردن که بعد همون امشب ما باید بیاریمش ساکت. هرچی اصرار کردن گفتم بابا این جنازه الان از ظهر داره تو این صندوقه، این اصلا الان بو گرفته، باید ما اینو چطوری ببریم؟ بذارید سردخونه یکی از بیمارستانا، فردا میبریم. هرچی اصرار کردم قبول نکردن. یه طرف فرماندار زنگ زد، یه طرف استاندار زنگ، آقا بیارش ساکت، ببر سردخونه ساکت. دیگه اینقدر گفتم باشه ببریم سردخونه ساکت. قرار بود بیاریم سردخونه ساکت تا ساعت 8 صبح اینا ببریم. من با پیام داده بودم، من به تمام همشاریام از دوستانم گفته بودم آقا ما ساعت 9:30 این جنازه رو دفن میکنیم. به همه اطلاع داده بودم. بچهای خودم تهران بودن، ساعت 12 حرکت کردن. هرچی اینو گفتن آقا نمیشه، باید همین شب خاکسپاری بشه.
دیگه اومدیم طرفای سقز، وسط راه فرماندار و نماینده اومدن من آوردن تو ماشین خودشون، خیلی خواهش کردن که بله باید همین امشب اجرا بکنم. گفتم آقا من شب نمیتونم اینو خاکسپاری کنم، من به مردم قول دادم، من فامیل دارم، من دوست دارم، من همسرم هنوز تهران نرسیده سقز. اینقدر اصرار کردم از اینا، اونم هر چی اصرار کردن من قبول نکردم. گفتم آقا من این وسط راه منو پیاده کنید، خودتون جنازه رو ببرید دفن کنید دیگه. وقتی به زور شما هست، وقتی اجبار میکنید آقا دیگه منو نمیخواد که آقا جنازه رو خودتون ببرید، ولی من شکایت میکنم به دنیا، میگم جنازه منو فرماندار دزدیده. واقعا میخواستن اصلا من هیچ خبری نداشته باشم، خودشون ببرن خاکسپاری کنن. من اینو که گفتم فرماندار این بخاطر ترسید و اینا گفت آقا نه نمیشه، اگر شما راضی نباشی نمیشه. گفتم پس آقا ببری سرخونه بیمارستان سقز تا صبح ساعت 8. شما میگیم آقا باشه، من نمیگم 10، بذار ساعت 8 اجرا بشه این برنامه. هر چی اصرار میکنن اینا دیگه، نیروهای زیادی خیلی اومدن، به هر حال آوردیم سقز، نذاشتن چیزام ببریم، سرخونه بیمارستانم ببریم. گفتن آقا شلوغ میشه، به خاطر این شلوغ نشه نمیبریم اونجا، همین مستقیم میبریم قبرستان آیچی. امجد امینی در ادامه گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا درباره ابهامات موجود در مورد تحقیقات پزشکی قانونی هم توضیحات داده و در مورد وعده مسئولان برای تحقیقات بیشتر و احقاق حق ابراز ناامیدی کرده. وعدهشون قول دادن، قول میدن، میگن این کارو میکنیم، ولی به خدا من به قول اینا هیچ اطمینانی ندارم. هیچ قول میدن ولی من 100% میدونم دروغه، 100% میدونم دروغه. چون جنازه پسرم دخترم رفت دیگه، دخترم از این دنیا رفت، دخترم چی زنده نمیشه دیگه. من اینم خواهشم اینه حداقل برای بقیه دیگه مردم نشه. پدر مهسا امینی در ادامه گفتگو با صدای آمریکا درخواستی هم از جامعه جهانی داشته که میشنویم. از همه خون دختر من پایمال نشه. این اشخاصی که این رفتارها رو کردن، این اشخاصی که اینجوری باعث مرگ یه دختری 22 ساله جوان اینجوری شدن، حداقل تنبیه بشن، حداقل یه جوری بشه مجازات بشن اینا. واقعا در همین جوری که داریم با هم صحبت میکنیم تصاویری از مهسا امینی که به دست ماموران گشت ارشاد کشته شد رو دارید میبینید. به عنوان محور آخر ازتون میپرسم، امروز از اشاره کردید به وضعیت و مشکلات زن بودن در جامعه ایران و خب به هر حال محدودیت هایی که ممکنه وجود داشته باشه، اما امروز از کردستان تا تهران همه فریاد زن، زندگی، آزادی سر دادن. به نظر میرسه بالاخره همه افراد جامعه، همه گروه های مختلف در جامعه آگاه شدن به این بی‌عدالتی گسترده‌ای که در حق زنان ایرانی میره. شما چگونه میبینید؟ به نظر شما چه معنی میده؟ من تا اندازه زندگی رو شرح کردم، ببخشید زن رو شرح کردم. زندگی کدام زندگی؟ تو ایران زندگی معنا نداره. تو ایران مردم گرسنن، تو ایران مردم وضعشون از لحاظ مالی و اقتصادی خیلی خرابه. واقعا شرمساری انسان کسایی رو میبینه که تو سطل اشغال گرسنن دارن خوراک جمع میکنن. این چون ما وقتمون کمه من نمیتونم زیادتر از این وقت شما رو بگیرم. آزادی هم من الان چند ساله 43 سال سنندج رو ندیدم. یکی از آرزوهام اینه که تو تهران، سنندج، کرمانشاه فرق نمیکنه، به هر حال یه کنسرت رو حداقل برگزار بکنم، مردمم بتونن از صدای من استفاده بکنن یا صدای منو گوش بدن. ولی متاسفانه این نیست. این سه مسئله مردم به خاطر این مثل شعار سر دادن. هر سه تاش تو ایران و تو جمهوری اسلامی هیچ معنی نداره.